اسکر اکیب شاعر خلقی تاجیکستان برنده جایزه به نام رودکی دکتر علم‌های فیلولوژیا و رهبر سابق اتفاق نویسندگان جمهوری به سن مبارک 75 رسید. اسکر اکیم دهم اکتبر سال 1946 در دهه رمان نویه خوجند حالا باباجان غفوروف تولد شده است. پس از ختم مکتب رقم 12 نویه باباجان غفوروف و فاکولته تاریخ و فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان در سال 1967 در اداره کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان کار کرده، سپس به اسپرانتور دانشگاه دولتی مسکو به نام لمنوسوف داخل شده است. اسکر اکیم سالهای زیاد در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی، همچون در مقام معاون سرمحرر مجله صدای شرق، کاتب سردار اتفاق نویسندگان تاجیکستان، سرمحرر هفته‌وار ادبیات و صنعت کار کرده. از سال 1991 تا 2003 رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. او همین طور از سال 2000 تا 2005 معاون رئیس مجلس ملی و از سال 2009 تا 2011 مدیر کاتبات پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان بود. از سال 2012 در پژوهشگاه به نام رودکی کار میکند و حالا سردبیر مجله سخنشناسی این نهاد علمی را هم به عهده دارد. از سال 1974 عضو اتفاق نویسندگان SSSR و از سال 1992 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. سال 1974 در دانشگاه دولتی مسکو در موضوع وارثیت تاریخی و نفبردازی‌های شاعرانه در مسائل شعر معاصر تاجیک رساله نامزدیش را دفاع کرده سزاوار عنوان نامزد علمی فیلولوژیا شد. اسکر اکیم سال 2018 در موضوع ویژگی‌های انواع شعر غنایی رساله دکتریش را نیز در کمیسیون عالی اتستاسیونی روسیه دفاع کرد و صاحب عنوان دکتر علم‌های فیلولوژی شد. آثار ادبیات‌شناسی اسکر اکیم در مجموعه‌های شعر و زمان، در قلمرو سخن، تворці созвучия، испытание поэзии و غیره به تب رسیدند. برگزیده اشعار اسکر اکیم به نام برپیوند سال 1993 در امریکا چاپ شده است.